خود همین اصطلاح فرهنگ غیر مادی این همین سال 2003 پیدا شد. پژوهشگران تاجیک انعنه‌های غیر مادی ملی را نشر کردند. کتاب میراث فرهنگی غیر مادی در تاجیکستان نام داشته در آن 115 عنصرهای ملی ذکر یافتند. بخش یکم انعنه شفاهی است که اینجا نمونه‌های ایجادیات بدیعی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدند. بخش دومی آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص‌های گوناگون عنعنوی، سرود، موسیقی و مانند اینها جای گرفتند. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است. بخش اجرایی در بخش چهارم دانش‌های سنتی و تجربه اجتماعی به مانند لباس‌های ملی، چایخانه، مویبافی و طب خلقی جایگیر شدند. در بخش پنجم کتاب نزدیک 40 کسب و هنرهای عنعنوی درج شدند. پژوهشگران میگویند قسم زیادی هنرهای مردمی از بین رفته، برخی هم در حالت نیست شوی قرار دارند. من میتونم مثال بیارم هنر رقص بافی یک نوع بافتنی رسمان و متاع می باشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است، متاع درشت که از پشمهای گوسفند آماده میکردند و از این رقصه بیشتر مثلا در جوال می دوختند، خیمه می ساختند و در وقت دوختنی مثلا خورجین های اسب و خر استفاده میکردند و چوپان ها از آن استفاده میکنند. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است، یعنی که چکمندوزی هم کم شده است. تمایل دیگری که مردم شناسان تاجیک را نگران کرده است تا رفت از بین رفتنی بازی‌های بچگانه است. ضمن آموزش این بازی‌ها مؤلفان به خلاصه آمدند که بازی‌های سنتی بچگانه به کارهای جمعیتی دلچسب کرده شجاعت را بیدار می‌کردند. مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردن، تقریبا به روز شبکه ها مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است آماده بود که آنها را افکنده چپه کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما به خیر گرفتیم با نام زاغابو. این بازی را کهنسالان در یاد دارند، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام دولوپیا که با تو بازی می شود. یک بازی دیگر در مومن آباد با بازی بیسبال آمریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی زیبا در گذشته داشتیم. امروز اگر ما آنها را جمع نکنیم، آنها را کتاب نکنیم، آنها را مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شوند. سببی از بین رفتن این عنعنه‌ها را خود عالمان یک امر طبیعی می‌دانند. ظهورات نو جای کهنه را می‌گیرد. با وجود این پژوهشگران امیدوارند در سالهای آینده به تدریج سنت‌های نمونوی ملی را به یونسکو پیشنهاد می‌کنند تا میراث تاجیکان ثبت نام شود. کتاب از 7 بخش عبارت بوده، هر یک بخش از مقاله‌های علاهیده و عکس‌ها ترکیب یافته‌اند. کتاب مذکور به زبان تاجیکی با تعداد 700 عدد و با زبان انگلیسی به مقدار 500 عدد با دستگیری مالی مرکز میراث فرهنگی غیر مادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام نشر شده است. برای کتابخانه و پژوهشگاه‌ها و عالمان رایگان تقسیم شده، در فروش آزاد نیست. شادمان یتیم، سروی نازی روح الله، آزادی دوشنبه.